همه دارید؟ بله خواهش میکنم. بله در خدمت شما هستیم با دکتر بسیار فریخته با دیگر از برنامه ایسی و جامعه متخصصان قهرمان و امروز هم دکتر بسیار جالب و خوش ریختی اینجا داریم. کراوات بر گردنش، یخه سفید داره، یخش هم چلک نیست و تمیزه و این که با اینکه پیرن سفید داره و یخه تمیز داره پس معلوم دکتر راستراسکی که همیشه حمام میره و حمام دوش میگیره و این دکتر با دکترهای دیگه فرق میکنه چون هنریه. بعضی دکترها آمپول میزنه همین مخصر بازی فقط بلده، ولی این دکتر رفته هنر یاد گرفته، خودش در قالب یک هنرمند تشریف آورده و هنرمند شده. اول بچه بود در مدرسه شاگرد اول بود، همه از او راضی بوده، معلم، مدیر، ناظم و حتی فراش مدرسه هم از اون راضی. این همه را بچه بود راضی کرد اومد و بعد فهمید استعدادی در حال جوش خوردن در اون. این جوش کم کم تبدیل به پلخ شد و این بخارش از دماغش زد بیرون. وقتی از دماغش این بخار مثل اژدها زد بیرون، این دکتر فهمید که باید بره و درس خود را تمام کنه و در مرحله فیلم سازی قرار بگیره و این کارشون در اصل فیلم میسازن. یعنی اینا فیلم های دوربین را که حتما شما عکس گرفتی بچه بودید، حتما از این عکس ها با پدرتون با مادرتون عکس دارید و این عکس ها را این فیلم را این میره با زحمت مشقت بسیار و مثل سگ جام میکنه تا این فیلم ها رو بتونه برای شما آماده کنه. شما این فیلم ها بذارید تو دوربین و از دوستاتون و از خانوادهتون، از دختر همسایه، از این اون عکس مجانی بگیرید و عکس بعدا ظاهر کنید و بدید به هم دیگه و در آلبوم خودتون بذارید و این دکتر خوبی هست. ایش سلام علیکم با مردم نمی‌کنی ری؟ آخه شما اجازه نمی‌فهمید، شما وقت صحبت من نمیده که ساکت جوری 3 ساعت اینجا مثل توربان نشسته مردم منتظر حرف بزنی، منتظر مردم بده سلام بگن. باشه چشمت بذارید، اگه اجازه بدید من سلام علیکم بگم. آها جانا بکن، جنازه رو بکن. با سلام خدمت دوستان عزیز، من دکتر دوربینچی فیلمساز در خدمت دکتر ایسی. بعدش اگه سوالی چیزی دارید بفهمید که من در خدمت شما هستم. یا چی سوال است تو بگو نخری؟ هر سوالی اگه دوست دارید. حالا تو چرا من هستی اینجا؟ تو فیلم هم دوربین میسازی برای خود میسازی. حالا چی رفتی مردم چی سوالی از تو مثلا علمی تخصصه؟ حالا خیلی شغل خوبه. سرفاز خودت نگاه مثلا خیلی پول در آوردی از اون کار. چیکار کنید؟ تو چرا رفتی فیلم دوربین میسازی آخری؟ فیلم دوربین نمیسازیم و یه جور دیگه فیلم میسازیم. من کارگردان فیلم سازم. اوه تو کارگردانی؟ بله. اوه فیلمی که از این که میذارید در تلویزیون یا سینما تخمه میخوری نگاه میکنی میسازی؟ واقعا مقصدی اینم شغل شما انتخاب کردید؟ هر کسی یه چیزی دوست داره. هر کسی بیخود میکنه، ببخشید گلاب بروت بیخود میکنه یه چیزی دوست داره. اما کرده این دنیا نیستش کی. خب شما فیلم میسازی چی فیلمی میسازی؟ عرضم حضور شما که فیلم‌های وحشتناک که اسکریمینگ باشه درست فیلم وحشتناک درست میکنید؟ خب یه سری اشخاص مردم هستن که دوست دارن فیلم‌های وحشتناک. حرف علکی نزن، بس مردم مسخره کردی مگه توری؟ تو فیلم میسازی مردم بترسونی؟ تو دراکولایی مگری؟ زشته. یکم شخصیت خودت حفظ بکن. مردم این گندگی خود مسخره دست مردم کردی میره فیلم میسازه مردم بترسن. نه بابا خبر داری یه سوسکی فلانی بندازی موشی بندازی خونی مردم بترسن دی. چه خود خسته میکنی؟ مردم هم مریض هم مگری بترسن بیاد تو رو نگاه کنن. تا همینجور هم برو جلوی دوربین واسه مردم میترسن از تو. کیری فقط همیشه وحشتناک اسرائیل دیگه اینا چیز دیگه رو میسازی. فیلم‌های دیگه هم میسازیم، فیلم‌های رومانتیک. ماتیک؟ نه رومانتیک که به فارسیش میشه فیلم‌های عشق و عاشقی که بعضیا جوانا فکر جوانا رو منحرف کنی، برداشتی فیلم اونجا عشق و عاشقی بسازی، اون دختر بگه عشق تو مرا کش، عشق تو مرا پتخوله کرده، باعث با هم دیگه عشق و عاشقی نامه با هم دیگه بدن، فردا برن 4 تا کثافتکاری بلا نسبت روم به دیوار گلاب روی شما بکنه، بعد بره دختر بره اون بچه دار بشه، حامله بشه، فردا پسر بره معتاد بشه. این فیلم های عشق عاشقی بسازی که جامعه از بین ببرید. شما اصلا دشمن جامعه اید بابا.
عشق عاشقی چی پس برو 4 فیلم بذار علمی آگاهی به مردم بده دیگه چی میسازی؟ و فیلم های اکشن که یه فیلم هایی هستش که جنگیه اکشن که مال ماشینه پسر نه اکشن با اکشن فرق داره بله یه آیه کوله داره بی کوله اینقدر فرق ایجاد میکنه بله خب با چی فیلم هستین؟ این فیلم هایی هستش که یه سری تخیلاتی هستش که تو فیلم هست که مردم یه سری دوست دارن که بتونن مثلا فیلم های تخیلی یعنی فیلم اکشن تخیلی که هم دیگه اینجا بزن میکنن پس اینجا عشق عاشقی کثافتکاری که یاد میدی مردم که ترس هم میدی زد و خورد دعوا و جفت کلک بازی دوزگیری دوز شدن هم که یاد میدی که هم دیگه بزن لط پار کنه 4 جوان بعد از اینکه برند مواد مخدر بکشن بعد پس چی به این جامعه میخوای یاد بدی آخری اگه کار کردن یکی دو خط جواب بدم وقتت برم اصلا دست بکش ری اوکی اینجا باید طویله میشه دستت میبری اینجا حساب داری کتاب داری تا میشه دست بزنی خط بگیری نه بابا ما اینجا بدبختی کشیم 100 تا زیر بغل اینجا پاره کردیم پیرانمون ری که اینجا خط جواب بدی حالا تو از گرد را بیا خط بگیری رو حافظ مردم چی میگن بابا ماما الو سلام من روحل هستم تو چی هستی؟ با من صحبت میکنی؟ نه تو کجا هستی؟ روی ال هستم تره موش کور بخوره بله قرار افرزن تو بودی قانون بلد نیستی تو با من حرف میزنی من با اون از من میپرسم من با تو میگم تو حق این که مستقیم بخوای با خدای نکرده مشتری یا بیننده حرف زنی نداری این سیستم وجود توی سمگوی تلویزیون کرتی تو می هرچی دلت میخواد میخوری ببخشه بابا سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان من یه سوالی داشتم بفرمایید بگو دیگه الان 3 ساعت یه سوال داشتی اندازی 30 تا سوال مرد شاگردان میکنه من از بچگی علاقه داشتم هنرپیشه بشم الان که بزرگ شدم خیلی دوستم هنرپیشه بشم و خیلی هم خوشتیپم عکسام خیلی قشنگه من مرا قربان بابا خوشتیپم ایشون درست وایسا 2 دقیقه وایسا ری ناله شب بگم چی گویی میخوره آقا بله از منم خواستن که بازی کنم براشون ولی یه مشکلی هستش خب آقای خوشتیپ مکوین مشکل تو چی؟ تو که تیپ داری که ماشالله چه مشکلی داری؟ من مشکلم اینه که نمیخوام تو فیلم با خانم‌ها بازی کنم میخوام اگه بشه فیلم مردونه باشه منم فیلم مردونه بازی کنم یه وایسا 2 دقیقه وایسا لال باش ری مگه حمام بری مردان زنانه کردی مگری حرف چرا میزنی فکر کنی اینجا مسجد اون مردانه این زنانه وقتی میری سینما باید بری خاک تو اون سرت کنم حافظی بری از خدا باید بری با خانمه بازی بکنی این اون کاری دکتر خب اشکالی نداره که میتونن خلاصه هر طور شده اشکال حرف چرا میزنی سیویل پارتی رو میگه فیلم زن بازی میکنه مرد بازی میکنه بچه هست بزرگ هست بعض وقت حیوان هم توش میزنه این مردی که فکر کنه زن من با خانم بازی نمیکنه میخوای تو رو بفرستم با حسن آقا قصاب بازی کنی خوشت میاد تو رو مثل یه چیزی میشه تو مشکل مادی داری یعنی جسمی فیلم دیگه پسر اخمخ فردا تو میخوای بری اسکار ببری حتما بله دیگه که بشه دیگه میدم با تو اسکوموی اختی آلاسکا هم نمیدنی چی برسه اسکار همین کارا رو کردی دیگری سینمای ما چی نشد همین با خانم بازی نمی کنم حتما باید آقا سیبیلش 2 متر باشه که من با اون برو اینجا کثافتکاری‌ها در داخل سینمای ایران قاطی نکن پسر برو یکم شخصیت داشته باش دیگه من پیدا نشه بابا من میخواستم فقط مردونه باشه فیلم جنگی خیلی قوی باشه جنگی که تو ورزه هستی مگر یه خروسی مگر یه جنگ میخوای بکنی اخمخ برو جنازه رو ببر دست من نظری ممنون خیلی ممنون چه ممنونی اخمخ اینا بیت چرده بود گفتم باز میگم ممنون البته ایشون دست شما را نکنه ای برو دیگه دارو زنده ای خداحافظی کنم خدا نگهدار ای برو دیگه قط نمیشه دیگه چه اینجوریه مثل هینجی مثل آدم دست من نظری خب
بذار یه خط دیگه بگیرم. تو چه طرف دکانت؟ تو فنر چوله مگه بسه؟ آخه میخوام ببینم چی میگه. دست نزن، من هر چی کردم دست نمیزنه بسه. با تو بابا مامان یاد نده با چیز خطرناک دست نزنی؟ بوف جیزه بی تربیت. الو سلام علیکم. ای تو باز اومدی گیری؟ من با تشکر از برنامه‌های بسیار قشنگتون آقای دکتر اسی و با تشکر از مهمون عزیز برنامه. خیلی بس ببینم تو هر دفعه هر هفته اینجا شاخی که بسه. آخه من از برنامه‌های شما خیلی لذت میبرم. من یکی از طرفداران پروپاگورس برنامه شما هستم. میخوام 3 افسان نباشی طرفدار برنامه من، یه نه مفتی دکتر که پیدا میکنی سوال جواب بده، میخوای مفتی بکنی همه چی میخواد مفتی بیفته. نه من عاشق برنامه‌های شما هستم. روغن زیتون بخور عاشقی از اون بره بیرون. اون دشتر ریخته تا ببرد. خب بگو سوالتو بگو. خواستم یک سوال از آقای دکتر دوربینچی بکنم در مورد سینمای ایران. من میخواستم ببینم که آقای دکتر راهکارهایی رو دارن برای اینکه ما بتونیم، مثلا میدونید که توی فیلم‌های خارجی ماچ و بوسه‌ای هست، بالاخره روابط احساسی حتی ما بین مادر و پسر هم نمیتونیم در سینمای ایران این گونه روابط رو نشون بدیم. من میخواستم ببینم آقای دکتر هیچ راهکار مناسبی برای حل این موضوع دارن یا نه؟ او ماچ بوسه حواس کردی؟ برو پسر، برو خجالت بکش. در فرهنگ ما مگه ماچ بوسه میشه کرد در فیلم مگری؟ فردا بیا تومانت هم در بیاره، بیا جلوی دوربین وایسته. میخوای؟ البته ایشون یه سری رو درست میفرمایند ولی یه سری رو نمیشه کاری کرد. تو هم مثل که دکتر وضعت خرابه. اولندش که شما اصلا اجازه ایثار نظر نداری تا وقتی من اینجا هستم. دومندش اون آقا فساد اخلاقی داره، میخواد بره لب بگیره. خب این زشته دیگه. پسر در جلوی مردم تو میخوای بری جلوی مردم این کارو بکنی، فردا 4 چیز خطرناکتر نشان بدی، هیچی دیگه. از اون بعد دیگه ماشاءالله تلویزیون ما باشه HBO. همین مونده فقط. همین کم پررو داریم، کم جوان پررو داریم. حالا تو بیا نشون بده تا بخوای هیچی. الهی امید تو ایران باشه کلن تمام باشه با نامه‌های زشت. از اول مردم همه بشینن صبح به صبح تخمه بخورن. برو جمع کن پسر. من اجازه اینجا کارا رو نمیدم، نه تو نه هیچ خیلی دیگر. فهمیدی یا نه؟ من نمیدونم شما این قدرت رو دارید که اجازه بدید یا ندید، ولی من منظورم در سینما هست، هنر سینما. بالاخره ما نباید خودمون رو مخلوط کنیم در هنر. مخلوط کنیم؟ مگه ترشی مگه پس مخلوط کنیم؟ مخلوط کن میخواد. من دیگه برنامه‌های شما رو نگاه نمی‌کنم، دوستتون ندارم. تو از اول فهمیدم تو اون کاری با جهنم و درکی نگاه نمی کنی و فدای سر کچلم که نگاه نمی کنی. شاقا بکش با چی شد؟ جناب دکتر ایشون یه سری رو درست میفرمودن. چونم که همه یه کلمه نفقه بلده، یه سری رو درست میگن یه سری رو غلط میگن، یه سری رو درست میگن یه سری رو غلط میگن. آقا تو این کاره نیستی بره. برو بفرما. زحمت کم کن بفرما. شر کم کن. وقتی هنوز 5 دقیقه است ما تازه اومدیم که این هم پول دادیم اومدیم اینجا. 5 دقیقه چی؟ یه ساعت این پول ساکت ری. 5 دقیقه چی ری؟ تو ساعت مثل گازوئیلی 1 ساعت برنامه شروع شد. 5 دقیقه است اومدیم. چرا همه ادعای 5 دقیقه دارید اینجوری؟ مفتمال دیدید وانی میخوای بدی؟ ما 1 ساعت این پول دادیم اومدیم اینجا. دروغ چرا میگیری؟ 1 ساعت پول دادی. بعدم خب نه میخوای مفتی بیای معرفم بشی. فردا مثلا فیلم تبسازی هوا برن بیشنه سینما کرکر کنن بلیش من اخمق خنده کنه. این آورده معروف کرد. برو پولت دادی تمام شد رفت. میخوای برو اونجا سکرتر 500 دیگه میده برگرد بیا. برو باشه حرفی